سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه آموزش دیگه. امروز میخوام براتون یه سیر ترشی فوق العاده خوشمزه و راحت درست کنم که در عرض 10 دقیقه بتونی یه سیر ترشی خوشمزه رو درست کنی. اینجا من سیر دارم که سیرامو تهش رو کاملا گرفتم، یه پوست داره روش سیر، اونم میگیریم کاملا میشوریمش میذاریم خوش بشه. همونطوری که داریم میبینید کاملا تهش گرفته شد و پوستش هم گرفتم. خب موادی که من اینجا دارم، اینجا من از سرکه انگور استفاده میکنم. شما میتونید از سرکه سیب یا سرکه سفید یا از سرکه بالزامیک هم استفاده کنیم. و رب انار دارم اینجا، شیره انگور داریم و نمک. بریم که با هم دیگه این سیر ترشی رو درست کنیم. اولین کاری که میکنیم توی قابلممون سیرامون رو میچینیم به این صورت. اینقدری که این سیر ترشی خوشمزه میشه، من که درست میکنم واسه مهمون میارم سر سفره عاشقش میشن. اینقدر که این سیر ترشی خوشمزه میشه. این حتما هم از سیر تازه استفاده کنی، الان فصلشه، حتما تهیه کنی خودتون، خیلی خوشمزه میشه. خب من الان اینجا سیرامو ریختم داخل قابلمه و سرکه انگورمو بهش اضافه میکنم. تا اونجایی که روی سیرامو بگیره کافیه. و یه قاشق نمک بهش اضافه میکنم، یه قاشق غذاخوری، بیشتر نه. میپاشیم به همه جای سیرامون. و یه مقدارم از شیره انگور استفاده میکنیم، خیلی نه، اونم اندازه یه قاشق بریزین کافیه. و رب انار، من اینجا یه قاشق نصفی رب انار استفاده میکنم، کافیه.